قصه های دختران از روایت تا رهایی. شما به پادکست قصه های دختران گوش می دهید. روایت روزمرگی های امروز افغانستان از زبان دختران. نامه به دوست قدیمی کتاب. سلام کتاب عزیزم، امیدوارم که حالت خوب باشد. رها هستم، رفیق قدیمی تو. حالا که دارم این نامه را می نویسم، شب از نیمه گذشته است و تیک تاک ساعت سکوت اتاقم را در هم می شکند. خوابم نمی برد. قلم به دست گرفتم و شروع به نوشتن نامه برای تو کردم. چقدر دلم برایت تنگ شده بود، می دانی؟ مدت هاست که نه تنها تو بلکه خودم را هم گم کردم. راستش را بخواهی، در این اوضاع و احوال خواندن کتاب به رویای دور تبدیل شده است. رویایی که تنها گاهی شبها در دل خوابهایم سرک می کشد. اما امشب قلم را به دست گرفتم و گفتم باید برای تو بنویسم. خودم را به نحوی مجبور کردم. با خودم خیلی فکر کردم و گفتم باید از تو بشنوم، باید یادت کنم که شاید دوباره در گفتگویی با تو کمی خودم را پیدا کنم. میدانم که در این مدتی که از تو بیخبر بودم خاک روی تنت نشسته. تاریکی دور و برت را گرفته. حتی سفیدی چشمانت را و تنهایی تو را آزرده است. اگر بدانی چقدر شرمنده‌ام از این که تو را به حال خود رها کردم. اگر بدانی چقدر دلم میخواست به سراغت بیایم. ورقهایت را لمس کنم و در میان کلماتت گم شوم. اما چه کنم؟ این روزها غم و درد و سیاهی مثل زهر تمام وجود مرا پر کرده است. سلول به سلول، رگ به رگ. قلبم را و حتی افکارم را درگیر خودش کرده است. همه چیز به آنها برمیگردد. همه چیز دست آنهاست. پای آنها هر لحظه بر گلوی زندگیمان، بر گلویمان است. خودت آنها را خوب میشناسی. از آنها برای ما بسیار گفته بودی. از آنها برای ما هشدار داده بودی. اما خب ما کمی بازیگوش بودیم و تو را و حرفهای تو را جدی نگرفتیم. کمتر تو را خواندیم و کمتر به سراغت آمدیم. اگر بدانی چقدر افسوس میخورم که کاش بیشتر خوانده بودمت و بیشتر با تو انس میگرفتم. حالا آنها همه جا من و تو را زیر نظر دارند. رابطه من و تو برای آنها مهم و برای من و تو خطرناک است. نمیدانم اگر بفهمند که من به تو بسیار نزدیکم و تو دشمن جهالت آنها هستی چه بلایی سرم می آورند. چه بلایی سر تو می آورند؟ آیا تو را خواهند سوزاند؟ یا زندانیت خواهند کرد؟ ببخشید، نباید این حرفها را بزنم. اما باید مرا درک کنی که چقدر از این اتفاقشون می ترسم. و ترس تا مغز استخوان در وجودم نفوذ کرده است. طالبان، حتی می ترسم نام آنها را بر زبان بیاورم. اما به طرز وحشتناک این نام مثل سایه سیاه همه جا حضور دارد. همه جای ذهن و زندگی من. سیاهی این نام زندگی ما را مثل زندانی تنگ و تاریک در بر گرفته است. آنها همه چیز را زیر نظر دارند. نگاهشان مثل تیغ نفس را در سینه می برد. نمی توانم بخوانم، نمی توانم بنویسم. حتی نمی توانم مثل گذشته راه بروم یا لباسی را که دوست دارم بپوشم. چون آنها تعیین می کنند که چه لباسی را بپوشیم و چه لباسهایی را نه. برای دختران مثل من
این زندان دو چندان تنگتر است. احساس می کنم هر روز بخشی از هویتم را از دست می دهم. قبلا مدام درگیر تو بودم و نوشتن، اما حالا احساس می کنم درون یک باطلاق فرو رفتم و هرچه دست و پا می زنم و تقلا می کنم بیشتر فرو می روم. انگار هیچ کس صدایم را نمی شنود. انگار آنها چشم گوش همه را بستند. انگار آنها همه ما را با خود بیگانه کردند. انگار دیگر هیچ کس خودش نیست. هم دیگر را نمی شناسیم. همدیگر را نمی‌شناسیم. حتی اگر سالها با همدیگر در یک محله، در یک کوچه یا زیر یک سقف زندگی کرده باشیم. وقتی به خیابان میروم چهره ها را میبینم. چهره هایی که انگار مثل سنگ شدند. عبوس و خالی از احساس. خشمی در چشم های مردم موج میزند که نه برای تغییر، بلکه خشمی بی هدف. خشمی مثل آتش زیر خاکستر است که زندگی را میسوزاند اما هیچ چیز را روشن نمی کند. هیچ کس به دیگری لبخند نمیزند. حتی سلام‌هایمان کوتاه و سرد شدند. انگار واژه‌ها هم زیر سنگینی این روزها شکستند. کسی دیگر حوصله شنیدن حرف‌های کسی را ندارد. نگاه‌ها از روی هم می‌لغزند. انگار از دیدن یکدیگر هم خسته‌ایم. همه در سکوتی سنگین فرو رفته‌ایم. سکوتی که مثل چادر کثیف و نمناک تمام شهر را پوشانده است. احساس میکنم ما دیگر نه آدم‌های با رویاهای مشترک، بلکه سایه‌های پراکنده در کوچه‌ها و خیابان‌ها هستیم. انگار هر کس در جهان کوچک و محدود خودش فرو رفته است. تنها و بی صدا، با دل‌های سرشار از اندوه و غم. حتی کودکان هم دیگر با خاطر جمعی بازی نمی‌کنند. انگار صدای خنده‌هایشان خاموش شده است. صدای گریه‌ها، صدای ترس، صدای سکوت. اینها تنها چیزهایی است که می‌شنویم. گاهی دلم می‌خواهد کسی را در آغوش بگیرم، کسی که بداند من چه می‌کشم. اما انگار دست‌هایم را بریدند. و دست‌هایم دیگر راهی به سوی رفتن به سمت آغوش دیگری پیدا نمی‌کنند. انگار همه از هم دور شده ایم، اما این فاصله تنها فیزیکی نیست، بلکه به خاطر دیوارهایی است که در دل‌هایمان از ترس و خشم ساخته‌ایم. دیوارهایی که شاید از جنس ترسند، ترس از حرف زدن، ترس از دیده شدن، ترس از اتهام و مجازات توسط آنها. و باید بگویم که من در میان این همه احساس خفگی می کنم. گاهی دلم می خواهد فریاد بزنم، اما می دانم صدایم هم گم خواهد شد. در میان این همه سکوت و خشم فرو خورده. آیا روزی دوباره دیگر را خواهیم شناخت؟ آیا روزی دوباره می توانیم لبخند بزنیم، نگاه کنیم و بدانیم که هنوز انسانی در این ویرانه ها باقی مانده است؟ من به این امید زنده‌ام، امیدی که هرچند کم رنگ شده اما هنوز در دل می لرزد. هنوز روشن است. شاید روزی دوباره خودمان شویم، دوباره همدیگر را بشناسیم، دوباره لبخند بزنیم. شاید با اینکه جهانهای همدیگر را هم فراموش کرده ایم. نمیخواستم فضای نامه‌ام اینقدر ناامیدانه باشد و تو را ناراحت کنم، اما چه کنم؟ اگر ننویسم حالم بدتر می شود و شاید کارم به جاهای بدتری بکشد. امروز این نامه را برای تو نوشتم چون دیگر نمیخواهم بگذارم تاریکی ها بر من غلبه کنند. دست و پایم را ببندند و بلند بلند به من و تو بخندند. تو هم نگذار این اتفاق بیفتد. تو هم برایم بنویس و بگو برای رهایی از این بنبست چه باید کرد. میخواهم از تو بشنوم. لطفاً با من حرف بزن. میخواهم دوباره تو را در آغوش بگیرم. شاید تنها تو هستی که میتوانی مرا از این خفقان نجات بدهی. دوست دارم وقتی این نامه به دستت میرسد بدانی که هنوز جایی در گوشه قلبم شعله کوچکی روشن است. شاید این شعله را تو دوباره شعله‌ور کنی. بیا دوباره مثل گذشته با هم حرف بزنیم از دنیاهایی که در دل داری برایم بگو. بیا کلماتت را مثل مرهمی روی زخمهای روحم بگذار. تو همیشه یادم دادی که امید حتی در تاریک ترین شب‌ها زنده است.
منتظر جوابت هستم. برایم در زودترین فرصت نامه بنویس. با عشق، دوستت رها. تهیه شده در RM میدیا.